سلام، زهرا هستم با قرعه کشی آبان 99 پولر در خدمتتونیم. سلام میکنم خدمت همه دوستان. با 17مین دوره قرعه کشی اپلیکیشن نظرسنجی پولر خدمت شما دوستان هستیم. همطور که میدونید روال قرعه کشی مثل ماه‌های قبله. ما 20 نفر برنده داریم که جمعاً 1 میلیون تومان جایزه به این 20 نفر تعلق میگیره. تو این دوره از نظرسنجی ما 783 نفر شرکت کردن با مجموع امتیاز 113639 پاپاسی که هر پاپاسی به معنای یک شانس در قرعه کشیه. اگر هر سوالی راجع به اپلیکیشن، جوایز، قرعه کشی دارید میتونید به سایت ما به آدرس poler.ir و یا لینکدین و اینستاگرام ما مراجعه کنید. بله، همونطور هم که میدونید هرچی بتونید پاپاسی بیشتری کسب بکنید برای قرعه کشی های ما شانس بیشتری دارید. در جنگ امکانش باشه یه توضیح راجع به اینکه چه شکلی میتونن پاپاسی بیشتری کسب بکنن بفرمایید. بله ما حتما. ما هر چهارشنبه یک نظرسنجی جدید فعال میکنیم که بعضی‌ها جایزه‌هاشون پولیه و بعضی‌ها پاپاسی. طبعا اگر کاربران عزیزمون مشارکت بیشتری داشته باشن هم شانس شرکت در قرعه کشی بیشتری دارن و هم جایزه نقدی بیشتری دریافت میکنن. بله ممنون. البته که هر نظرسنجی هم که فعال میشه ما هم از طریق نوتیفیکیشن هم از طریق SMS به کاربرا اطلاع رسانی میکنیم که نظرسنجی این وسط از دست نره. خب اگه موافق باشید شروع بکنیم قرعه کشی رو. ممنون. همطور که معین جان گفتن 113639 امتیاز پاپاسی برای این دوره قرعه کشی در نظر گرفته شده. برای تشخیص برای درآوردن عدد اول و دوم فقط از عدد 0 و عدد 1 استفاده کنیم. توپ اول 0. میتونیم بقیه توپ‌ها رو وارد گردونه کنیم. شماره 2، شماره 3، شماره 4، شماره 5، شماره 6، شماره 7، شماره 8 و آخرین توپ شماره 9. رقم بعدی شماره 8. خب میریم تو ردیف 80,000. رقم بعدی شماره 0. بله 0 یا 3؟ 0. رقم بعدی شماره 3. بله رقم بعدی شماره 8. بله و رقم آخر شماره 2 هستش. بله. خب برنده اولمون که میشه نفر 20 با ردیف شانس 80382 با پیش شماره 0939 و 3 رقم آخرشون هم 196 هستش. بریم برای نفر 19. همطور که گفتیم چون 113639 امتیاز پاپاسی وجود داره برای این دوره قرعه کشی، شماره 9 هست و قابل قبول نیست. شماره 7 هست و قابل قبول نیست. شماره 0 و قبول.
برای رقم و باز هم 0. شماره 7 روی ردیف 7000 هستیم. شماره 0 شماره 3 و آخرین عدد این ردیف شماره 6. خب نفر 19 ما مشخص شد با ردیف شانس 7036، پیش شماره 917 و سه رقم آخر 427. بریم برای نفر 18 بریم. همونجور که گفتیم 113,639 جایزه پاپاسی برای این دوره بوده و شماره 8 که قابل قبول نیست. شماره 1 که قابل قبوله. این دو تا بوده من دوباره برمیگردونم داخل گردونه. شماره 2 که قابل قبول نیست. شماره 3 که قابل قبول نیست. شماره 6 که قابل قبول نیست. شماره 1 که قابل قبوله. و دوباره بقیه کار داخل گردونه برمیگردونیم. شماره 6 که قابل قبول نیست. شماره 4 که قابل قبول نیست. شماره 7 که قابل قبول نیست. مجموع امتیازاتمون 113,369. شماره 8 که قابل قبول نیست. شماره 2 که قابل قبوله. رقم بعدی رقم بعدی شماره 8. شماره 6. شماره 0 و برنده نفر 18 ما مشخص شد با ردیف شانس 112,860 با پیش شماره 0903 300 و سه رقم آخرشون هم 338 که خب تقریبا میشه گفت از همه ایران پراکندگی داره رعایت میشه. از شیراز داشتیم، حالا همراه ایرانسل داشتیم. بریم برای نفر 17 مجموع امتیازات 113,639 امتیاز بود که شماره 2 و قابل قبول نیست. شماره 7 که قابل قبول نیست. شماره 8 که قابل قبول نیست.
شماره 9 که قابل قبول نیست. شماره 1 که قابل قبول. میخوای همه رو نرید دیگه در رجا این سری هم، چون فکر کنم باید صفر و یک در بیاد دیگه واسه نفر بعدی، واسه رقم بعدی. شماره 2 هستش که قابل قبول نیست. شماره 1 هستش که قابل قبوله. برای رقم بعدی باز هم شماره 1 شماره 4 شماره 8 شماره 8. خب نفر 17 مشخص شد با ردیف شانس 311488 پیش شماره 913 و رقم آخر 879. بریم برای نفر 16. شماره 9 که قابل قبول نیست چون مجموع امتیازات 113639 پاپاسی بودش. شماره 6 که باز هم قابل قبول نیست. شماره 1 که قابل قبول. فقط شماره 1 رو می‌ذاریم داخل گردون. رقم بعدی شماره 0. بله. که رقم می‌تونیم بگذاریم. بعدی باز هم شماره 0. خب شماره 100,000 هستیم. شماره 0 باز هم. شماره 3. شماره 5. بله و نفر 16 هم مشخص شدن با ردیف شانس 1035 100,035 و پیش شماره 910 و رقم آخرشون هم 438. بریم برای نفر 15. شماره 5 که قابل قبول نیست. مجموع امتیازات 113639 پاپاسی هستش. شماره 1 که قابل قبوله. شماره 8 که قابل قبول نیست. شماره 9 که قابل قبول نیست. شماره 1 که قابل قبوله. داخل گردون. رقم بعدی شماره 9 که باز هم قابل قبول نیست. 113639 پاپاسی. شماره 5 که قابل قبول نیست.
شماره 2 که قابل قبوله. رقم بعدی شماره 9 که باز هم قبول نیست. فکر میکنم قبول باشه دیگه، چون 113,000 بوده، الان 112,000. بله ببخشید 113,900 است رقم بعدی. چهار و رقم آخر شماره 7. خب نفر 15مون با شماره ردیف 112,947 و پیش شماره 0937 و سه رقم آخر 370. خب بریم برای نفر 14م. شماره 5 که قابل قبول نیست. مجموع امتیازات 113,639 پاپاسی. شماره 0 که قابل قبوله. انجام دارتون خواست بنداز بعدا بسیار کنید دیگه، چون 113,000 من سیف اومد دیگه. شماره 1 بعده شماره 0 شماره 8 بعده شماره 5 آخرین رقم باز هم شماره 5. بعد نفر 14 هم مشخص شدن با ردیف شانس 110,855 و پیش شماره 916 و سه رقم آخر 151. بریم نفر 13. بریم نفر 13. شماره 8 که قابل قبول نیست. شماره 1 که قابل قبوله. شماره 2 که قابل قبول نیست. صفر که قابل قبوله. مجموع امتیازات 113,639 پاپاسی. شماره 5 شماره 9 شماره 4 رقم آخر باز هم شماره 4. بعد و نفر 13 هم مشخص شدن با شماره ردیف 105,944 پیش شماره 912 و سه رقم آخر 701. بریم نفر 12 هم. شماره 8 مجموع امتیازات 113,639 که قابل قبول نیست. شماره 6 که قابل قبول نیست.
شماره 3 که قابل قبول نیست. شماره 0 که قابل قبوله. میتونید بقیهش تو کارم بزنید ببینید که برنده 12 شماره 8 شماره 0 شماره 6 و باز هم شماره 0 و رقم آخر شماره 2. خب نفر 12مون با ردیف شانس 80602 که شماره 938 و سه رقم آخر 811. بریم نفر 11 و آخرین نفر سری لایلایی 20000 منتظر. شماره 0 و باز هم شماره 0 شماره 5 خب ردیفمون به 5000 شماره 9 شماره 2 شماره 5 و نفر 11 ما مشخص شدن با شماره شانس 5925 پیش شماره 921 و سه رقم آخر 967. خب نفرات 11 تا 20 ما مشخص شدن و سری جوایز 20 تومانی ما به اتمام رسید دیگه. من یادم رفته یه چیز رو بگم که نسخه 53 اپلیکیشن ما تا اواسط آذر ماه منتشر میشه که ظرف کمتر از 3 دقیقه از مهمان و برنز میتونید سطح خودتون رو به نقره ارتقا بدید و برای پیروز رسانی اپلیکیشن میتونید به پلی استور، کافه بازار، مایکت مراجعه کنید. خیلی هم عالی. همونطور هم که میدونید نسخه iOS اپلیکیشن هم منتشر شده و همه عزیزان چه با داشتن گوشی اندروید چه iOS میتوانن با مراجعه با سایت poler.ir داشته باشن اپلیکیشن ما رو. اگه موافق باشید ادامه بدیم و نفرات سوم تا دهم رو مشخص بکنیم دیگه واسه سری جوایز 50000 تومان. شماره 0 شماره 5 شماره 8 شماره 2 شماره 8 شماره 1.
خیلی هم عالی. برنده دهم ما با ردیف شانس 58281 و پیش شماره 910 و سه رقم آخر 084. بریم بر نفر نهم. شماره 3 که قابل قبول نیست، مجموع امتیازاتمون 113639 پاپاسی هستش. شماره 1 شماره 2 که قابل قبول نیست، شماره 1 شماره 4 که قابل قبول نیست، شماره 9 که باز هم مورد قبول نیست، مجموع امتیازاتمون 113639 میباشد. شماره 1 که قابل قبوله، بعدی شماره 8 شماره 6 شماره 2 هستش. بله، نفر نهم ما هم مشخص شد با شماره ردیف شانس 111862 پیش شماره 901 و سه رقم آخر 915. بریم نفر هشتم. شماره 6 که قابل قبول نیست، مجموع امتیازاتمون 113639 پاپاسی میباشد. شماره 1 که قابل قبوله، شماره 8 که قابل قبول نیست، شماره 7 که باز هم قابل قبول نیست، شماره 1 که قابل قبوله، شماره 5 که قابل قبول نیست، شماره 2 که قابل قبوله، ردیف 112000 هستیم و هر عددی میتونه باشه. شماره 0 شماره 5 و آخرین رقم برای برنده شماره 4 هستش. خب نفر هشتم با ردیف شانس 110054 با پیش شماره 916 و سه رقم آخر 369 هستن. بریم برای نفر هفتم.
شماره 2 که قابل قبول نیست. مجموع امتیازاتمون 113639 امتیاز هستش. شماره 8 که قابل قبول نیست. شماره 1 که قابل قبوله. شماره 3 که قابل قبول نیست. شماره 6 که قابل قبول نیست. شماره 4 که قابل قبول نیست. و شماره 0 که قابل قبول نیست. شماره 9 شماره 1 شماره 8 آخرین رقم برای برنده شماره 7مون 7. خب ردیف شانس نفر هفتم 109187 پیش شماره 935 و سه رقم آخر 844. این برای نفر ششم شماره 6 که قابل قبول نیست. مجموع امتیازات 113639 پاپاسی هستش. 4 که باز هم قابل قبول نیست. 9 که باز هم قابل قبول نیست. 1 که قابل قبوله. 3 که قابل قبول نیست. 0 که قابل قبوله. 6 و باز هم عدد 6 1 رقم آخر شماره 2 هستش. بله. خب نفر ششم هم مشخص شد با ردیف شانس 106612 پیش شماره 903 و سه رقم آخر 172. این برای نفر پنجم مجموع امتیازاتمون 113639 پاپاسی هستش. شماره 4 که قابل قبول نیست. شماره 1 که قابل قبول.
قابل قبول نیست. هفت که قابل قبول نیست. سه که باز هم قابل قبول نیست. هشت که باز هم قابل قبول نیست. 9 که باز هم قابل قبول نیست. نفر پنجم نمیخواد پیدا بشه. 0 که قابل قبوله. بعدی شماره 6 بعدی شماره 3 شماره 8 و آخرین رقم شماره 6. ردیف شانس 106386 پیش شماره 912 و سه رقم آخر 436. این بر نفر 4. شماره 5 که قابل قبول نیست. مجموع امتیازاتمون 110639 قاپاسی هستش. شماره 0 که قابل قبوله. شماره 1 شماره 2 شماره 9 شماره 0 و آخرین برای نفر 4 شماره 7 هستش. نفر 4مون با ردیف شانس 12907 پیش شماره 902 و سه رقم آخر 287. بریم نفر سوم و آخرین نفر توی سری جوایز پنجره دارم. 8 که قابل قبول نیست چون مجموع امتیازاتمون 110639 قاپاسی هستش. شماره بعدی شماره 9 که قابل قبول نیست. شماره 5 که باز هم قابل قبول نیست. شماره 3 که باز هم قابل قبول نیست. شماره 6 که باز هم قابل قبول نیست. شماره 0 که قابل قبوله. من بقیه چوب ها از آخرین سری جایزه شماره بعدی 8 تو ردیف 80
شماره 4 شماره 1 شماره 4 شماره 6 هستش. خب نفر سوممون با شماره ردیف 84146 پیش شماره 911 و سرقم آخر 682 می باشن. خب نفرات سوم تا دهم هم مشخص شدن. بریم برای نفر دوم و جایزه 100,000 تومانی. اولین رقم شماره 7 که قابل قبول نیست چون مجموع امتیازاتمون 113639 پاپاسی هستش. شماره 9 که باز هم قابل قبول نیست. شماره 0 که قابل قبوله. شماره 6 شماره 9 شماره 2 شماره 9 برای جایزه 100,000 تومانی شماره 1. خب شماره ردیف شخص برنده 69291 با پیش شماره 933 و سرقم آخر 524. از همه جای ایران داشتیم فرمان برنده؟ از شمال داشتیم، شیراز داشتیم، تهران داشتیم، بعد تقریبا میشه گفت از همه جا داشتیم. بریم برای نفر اول و جایزه 300,000 تومانی. دو که قابل قبول نیست چون مجموع امتیازاتمون 113639 پاپاسی هستش. شماره 7 که باز هم مورد قبول نیست. شماره 8 که باز هم مورد قبول نیست. شماره 3 که باز هم مورد قبول نیست. شماره 6 که باز هم مورد قبول نیست. نفر اول کجاست؟ شماره 1 که مورد قبوله. شماره 9 که باز هم مورد قبول نیست. مجموع امتیازاتمون 113639 پاپاسی هستش. شماره 4 که باز هم مورد قبول نیست. شماره 0 که مورد قبوله. بقیه چوب‌ها رو برگردونیم داخل گردونه که اولین
تو رد 50,000 هستیم. 3 رقمه. شماره 7. بله. شماره 0. بله. مثل اینکه عدد شانس رو بودم. و آخرین رقم عدد 8. بله. خب نفر اولمون با شماره ردیف 100,708 پیش شماره 938 و سرقم آخر 042. خب این قرعه کشی آبان ماهمون هم تموم شد. ممنون از همه عزیزانی که وقت گذاشتن همراه ما بودن. امیدوارم برای ماه دیگه شما یکی از برندگان